بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و گرامی قدر، یکی از مسئله هایی که برادرها سوال میکنند و موردی تشویش هم قرار گرفته است در بین جوانها، مسئله رفع یدین در داخل نماز هست و متاسفانه بعضی ثبت و نوارهای مشاهده کرده می شود که در آن مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را برای جوانها چنان وانمود می کنانند و چنان نشان می دهند که گویا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این مسئله خلاف حدیث عمل کرده بوده است، به خاطر که رفع یدین در مذهبش وجود ندارد و حکمش منسوخ می داند و برای جوانها چنان وانمود می کنانند که گویا امام ابو حنیفه در این مسئله خلاف حدیث عمل کرده است و گویا برای امام ابو حنیفه حدیث نرسیده بوده است و امروزه جوانها یا که امروزه بعضی ها به واسطه کتاب های الکترونی یا که گویم به امروزه وسایلی که دسترس هست امروز مجتهد شده اند و حدیث ها به اینها رسیدند و اینها سنت را به جا می آورند و امام ابو حنیفه در این مسئله سنت را به جا نیاورده، خلاف سنت عمل کرده است. قبل از این که دلیل های مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را که تقریبا از 300 دلیل زیاد است در این باب، چه از عمل کرد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و چه از عمل کرد صحابگان و تابعین و تبع تابعین، زیاده از 300 دلیل زیاد است در مذهب امام ابو حنیفه. قبل از اینکه این دلیل ها را بعضیش البته اشاره بکنیم، یادرس میشویم که در مسئله رفع یدین یا که روایاتی که در باب رفع یدین آمده اند برادران عزیز، احادیث گوناگون هست، یعنی به چند طریق نقل کرده اند رفع یدین را. مثلا در روایات آمده است که رفع یدین هنگامی که از سجده انسان برمیخیزد، به قیام برمیخیزد، در اینجا باید رفع یدین بکند. این هم در حدیث ها ثابت است و این چنین ثابت است که رفع یدین در بین دو سجده هم کرده می شود، یعنی هنگامی که انسان یک سجده میکند می نشیند و باز میخواهد به دومی سجده برود، این هم در روایت ثابت است که در بین دو سجده هم باید رفع یدین کرده باشد. سوال اینجا به میان می آید که کسانی که رفع یدین را سنت میگویند و موافق حدیث پیامبر علیه السلام میدانند، پس چرا در بین دو سجده رفع یدین نمی کنند؟ پس چرا هنگامی که از سجده برمیخیزند به قیام رفع یدین نمی کنند؟ پس اگر جواب این باشد که در این هنگام، یعنی رفع یدین کردن در بین دو سجده و از سجده برخاستن به قیام، در این هنگام رفع یدین منسوخ شده است، پس ما میگوییم که رفع یدین در تمام حالاتی که وجود دارد، یعنی هنگامی که به رکوع می رود، هنگامی که از رکوع برمیخیزد میخواهد به سجده برود، در این هنگام هم رفع یدین حکمش منسوخ شده است. و صحیح ترین روایتی که در باب رفع یدین دلیل میکنند همین است که در روایت صحیح بخاری آمده است و حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه اون حدیث را نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفع یدین میکردن هنگامی که به رکوع میرفتن، یعنی هنگامی قبل از رکوع رفتن یا که در داخل نماز رفع یدین میکردن. از این حدیث استدلال میکنن. اما روایت هایی که در مجموع به واسطه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نقل شده است، 6 نوع رفع یدین ذکر شده است در روایات اون، که در اینجا ما بعضی مصدرها را اشاره میکنیم، میتونن که طالب علم هایی که تحقیق کردن میخواهن مراجعه بکنن. یکمین روایتی که یکی از اون روایت هایی که حضرت عبدالله ابن عمر رویش رفع یدین را نقل کرده است همین است که حضرت عبدالله ابن عمر میگوید که رفع یدین هنگام تکبیر تحریمه وجود دارد و در عکس حال، یعنی در دیگر حالت ها رفع یدین وجود ندارد. و این چنین این روایت را، این قول حضرت امام بیهقی در کتاب در خلافیات خودش ذکر کرده است و در المدونة الكبرى هم جلد 1 صفحه 71 ذکر شده است. خب روایت دیگری که از حضرت عبدالله ابن عمر در باب رفع یدین ثابت است همین است که
حضرت عبدالله ابن عمر میگوید که رفع یدین هنگام تکبیر تحریمه و بعد از رکوع، یعنی بعد از رکوع هنگامی پیش از سجده رفتن رفع یدین ثابت است. این روایت در موطأ امام مالک آمدگی است در صفحه 27. خب یعنی دو نوع رفع یدین حضرت عبدالله ابن عمر تا حال ذکر کردند. سومین حالتی یا که سومین طریقه رفع یدین این است که هنگام تکبیر تحریمه بعد از رکوع و پیش از رکوع، یعنی هنگام تکبیر تحریمه نماز شروع کردن رفع یدین و بعد از رکوع رفتن و بعد از رکوع و قبل از رکوع رفتن چی است؟ رفع یدین ثابت است. خب این روایت را در صحیح بخاری آمدگی است جلد 1 صفحه 102 و در صحیح مسلم جلد 1 صفحه 168. خب و در روایت دیگر آمده است در صحیح بخاری آمده است که حضرت عبدالله ابن عمر طریقه رفع یدین را نقل کردند که هنگام تکبیر تحریمه بعد از رکوع، یعنی بعد از اینکه رکوع میکند در اینجا رفع یدین کرده می شود هنگامی که میخواهد به سجده برود و قبل از رکوع. خب قبل از رکوع رفتن هم رفع یدین کرده می شود. این روایت هایی که حضرت عبدالله ابن عمر نقل کردند. و باز هنگام بلند شدن از رکعت سوم، یعنی هنگامی که انسان از رکعت سوم میخواهد به چهارم بخیزد قبل از اینکه قرائتش را بکند باید یک بار رفع یدین بکند. این روایت هم در بخاری آمدگی است. حالا اینکه کسانی که رفع یدین میکنند و دلیل میگیرن از روایت حضرت عبدالله ابن عمر به تمام این روایت های او عمل نمیکنند. حالا اینکه در این روایت ها حضرت عبدالله ابن عمر نقل کرده است که همین طور میکرد رسول خدا صلی الله علیه و سلم، پس چرا این روایت هاش نمیگیرن؟ فقط یک روایتش میگیرن و دعوا میکنن که ما موافق حدیث عمل میکنیم و کسایی که رفع یدین میکنن موافق حدیث عمل نمیکنن. خب این چنین در روایت دیگر آمدگی است در معجم اوسط از امام طبرانی و مجموعه زوائد از ابن حجر و این چنین در سنن نسائی آمدگی است که حضرت عبدالله ابن عمر هنگامی رفتن به سجده را، یعنی هنگامی که انسان میخواد به سجده برود در این حالت هم رفع یدین کرده می شود. و باز در روایت دیگر آمدگی است که این روایت را حضرت امام ابن حجر عسقلانی در فتح الباری ذکر کرده است که هنگامی هر تکبیر را گفتن باید رفع یدین کرده بشود. هر تکبیر، یعنی انسان الله اکبر گفت به رکوع رفت باید رفع یدین بکند، الله اکبر گفت از رکوع خیز باید رفع یدین بکند، الله اکبر گفت به سجده رفت باید رفع یدین بکند. این روایت ها از حضرت عبدالله ابن عمر ثابت شده‌اند. پس چرا این روایت ها را بر نظر نمیگیرند و یکی از این روایت ها را از بینشان میگیرند و میگن این سنت است، دیگر روایت ها را رد میکنند؟ چرا چنین میکنند؟ پس این معلوم می شود که اینها به سنت هم عمل نمی کنند، بلکه آن چیزی که خواهشات نفس خودشان باشد از بین اونها یک طرح می گیرند و همین خیل در بین مردم فتنه می کنند و تفریقه می اندازند که رویش نمازی که مذهب حنفی می خواند موافق حدیث نیست. خب تا اینجا برای ما معلوم شد که 6 طریقه رفع یدین ثابت بوده است از روایت های حضرت عبدالله ابن عمر و این روزه کسایی که به نام سلفیت رفع یدین میکنند از این روایت های حضرت عبدالله ابن عمر دلیل میگیرند، اینها به سنت پیامبر علیه السلام عمل نمی کنند. اما رفع یدینی که در مذهب شافعی هست اون موافق سنت است، برای که اونها برای خود مجتهد و امام عادل و امام یقینی و پیشوای حقیقی دارند در این مسئله و در مجموع اونها روایت ها را جمع کرده و بعدا حکم صادر کردند. اما رفع یدین اینها که هست امروزه به نام سلفیت نه موافق حدیث است بلکه موافق خواهشات نفسانی خودشان است. اکنون میگذاریم به دلیل هایی که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اونها را دلیل میکنند. یکم دلیلی که هست عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. خب برادران عزیز، قبل از اینکه حدیث ها را ذکر بکنیم
برای شما خاطر رسان میکنیم که این حدیث هایی که در اینجا ما میگوییم همه حدیث های صحیح است. یعنی از بین این حدیث ها ما 5-6 حدیث صحیح را انتخاب کردیم تا در سند اونها یگان کمبودی نیست، به خاطر اینکه نشود که بگویند که حدیث ضعیف است. و یک چیز را در خاطر داشته باشید، یک کسی گفت که حدیث ضعیف است، شما در حال فریفته نشوین، از او درخواست بکنید که سبب ضعیف بودن حدیث چی است، به چه خاطر حدیث ضعیف است، علت ضعیف بودن حدیث را برای شما بگوید. خب در این حدیث آمده است که حضرت عبدالله ابن مسعود گفت که آیا من برای شما نماز رسول خدا صلی الله علیه و سلم را بخوانم؟ نماز رسول خدا را بخوانم براتون که چخیل رسول خدا نماز میخوان. و حضرت عبدالله ابن مسعود نماز خواندند، دستهاشون نبرداشتند مگر در شروع کردن نماز یک مرتبه برداشتند و تمام، دیگر در داخل نماز دستهاشون نبرداشتند. این روایت در سنن نسائی حدیث 1050، سنن ابو داود حدیث 748، سنن کبرا از امام بیهقی حدیث 2531 و سنن ترمذی حدیث 257 حدیث است و حدیث صحیح است. میگذاریم به دلیل دوم. عن البراء ابن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يرفعهما حتى يفرغ. حضرت براء ابن عازب رضی الله عنه میگوید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم هنگامی که نماز را شروع میکردند دستهاشان میبرداشتند، بعد از آن دیگر دستهاشان نمیبرداشتند در داخل نماز تا اینکه نماز را تمام نکنند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیگر دستهاشان در داخل نماز نمیبرداشتند. این روایت در مصنف ابن ابی شیبه حدیث 2440، در سنن ابو داود حدیث 750 و به همین مضمون از طریق یزید ابن ابی زیاد روایت شدگی است. از سبب ضعف یزید ابن ابی زیاد این حدیث را ضعیف گفتند، اما روایتی که در بالا گفتیم یعنی در مصنف ابن ابی شیبه و اینها گفتیم در سندش یزید ابن ابی زیاد نیست، پس این حدیث چی است؟ حدیث صحیح است. روایت دوم یا که دلیل دوم، عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفع يديه في اول تكبيرة ثم لا يعود. در دو حدیثی که در بالا گفتیم برادران عزیز، اون دو حدیث از رویش نماز خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم گپ میزد، اما این روایتی که الان میگویم از رویش نماز خلیفه بزرگ، دومین خلیفه مسلمان ها حضرت عمر بن خطاب است. میگوید که حضرت اسود میگوید که یکی از تابعین بزرگ از حضرت اسود میگوید من عمر ابن خطاب رضی الله عنه را دیدم که دستهاش در اولی تکبیر، در اولی شروع کردن نماز میبرداشت، ثم لا یعود، دیگر در داخل نماز دستهاش نمیبرداشت. در شرح مشکل الاثار از امام طحاوی حدیث 5832، شرح معانی آثار از امام طحاوی حدیث 1364 و همچنین به همین مضمون هم در مصنف ابن ابی شیبه 2454 حدیث است. این حدیث هم، این روایت هم روایت صحیح است. خب در روایت دیگر میگذاریم به دلیل دیگر. عن عاصم ابن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. این دلیل دیگر از خلیفه چهارم مسلمان ها حضرت علی کرم الله وجهه میگوید که حضرت علی چنین بود که کان یرفع یدیه، دستهاش میبرداشت هنگامی که نماز را شروع بکند، ثم لا یعود، بعد از آن دیگر در داخل نماز دستهاش نمیبرداشتند. خب این حدیث در مصنف ابن ابی شیبه حدیث 2442 و در کتاب نخب الافکار از امام بدرالدین عینی یا که نخب الافکار جلد 4 صفحه 171 است. خب روایت دیگر از حضرت عبدالله ابن مسعود، دیگر از صحابه، در روایت قبلی حضرت عبدالله ابن مسعود رویش نماز رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کرد، اما در این روایت رویش نماز خود حضرت عبدالله ابن
مسعود چگونه بود؟ میگه که انه كان يرفع يديه في اول ما يستفتح ثم لا يرفعهما. حضرت عبدالله ابن مسعود در هنگامی که اولا نماز را شروع میکرد دستاش میبرداشت، یعنی به خاطر شروع کردن این نماز دستا را که میبرداریم، بعد از آن دیگر در داخل نماز دستهاشون نمیبرداشتن. حضرت عبدالله ابن مسعود. مصنف ابن ابی شیبه حدیث 2443 حدیث. میگذاریم به دلیل دیگر. در گذشته قبل از اینکه دلیل ها را مطرح بکنیم گفتیم که از حضرت عبدالله ابن عمر 6 طریق رفع یدین ذکر شده است. اما حضرت عبدالله ابن عمر صحابه جلیل القدر و همون صحابه که حدیث های رفع یدین را نقل میکند و همون حدیث های را که در صحیح بخاری آمدن نقل میکند، خود این حضرت رفع یدین نمیکرد در داخل نماز. چرا؟ از این چی فهمیده می شود که یک صحابه رویشی نماز را نقل بکند، رفع یدین بکند، بگد که رسول خدا میکرد خودش نکند. اگر انسان جاهل باشد میگد که این صحابه خلاف پیغمبر عمل میکرده است. اگر انسان جاهل باشد همین خیل میگد این صحابه را همین خیل حکم میتید. اما اهل علم چگونه حکم میتین؟ میگن که هنگامی که راوی حدیث خلاف روایت خودش عمل کرد، از این برمی آید که این عملی که قبلا نقلش کرده است اون اولا وجود داشت اما بعدا منسوخ شد حکمش. به همین خاطر است که حضرت عبدالله ابن عمر رفع یدین را بعدا خودشان نکردن، به خاطر حکمش نزد حضرت عبدالله ابن عمر منسوخ شده بود. حضرت مجاهد یکی از تابعین بزرگ است که 10 سال حضرت ابن عمر را خدمت کردگی هست، یعنی شاگرد حضرت عبدالله ابن عمر بود و 10 سال شاگردی کرد. میگوید که ما رأیت ابن عمر يرفع يديه الا في اول ما يفتتح. من مجاهد که 10 سال خدمت ابن عمر را کردگی هستم، پسر حضرت عمر ابن خطاب را، من میگه او را ندیدم که رفع یدین کرده باشد مگر در اول شروع کردن نماز. یعنی هنگامی که اولا نماز را شروع میکرد در همون هنگام رفع یدین میکرد، اما بعدا دیگر رفع یدین نمیکرد. این روایت در مصنف ابن ابی شیبه حدیث 2452 معارف السنن والآثار جلد دوم صفحه 428 و حدیث 3309 حدیث. قرة العینین برفع الیدین حدیث 97. سند این روایت صحیح است. جوهر النقی على سنن البیهقی جلد دوم صفحه 74 نظر بکنن. فتح الملهم شرح صحیح مسلم جلد سوم صفحه 162. اوجز المسالک الى موطئ امام مالک جلد دوم صفحه 92. این چنین همین روایت دیگر هم به همین گونه مضمون در شرح معانی آثار حدیثی 1357 حدیث وجود دارد. خب یک روایت دیگر در اینجا ذکر میکنیم برادران عزیز، به همین موضوع خاتمه میدیم برای انسانی که بخواهد حقیقت را بفهمد و بخواهد دلیل ها را بداند. روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در آمدن، این روایت را حضرت جابر ابن سموره میگوید، میگه دخل علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن رافعی ایدینا فی الصلاة. میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مسجد داخل شد، دید که ما صحابگان در داخل نماز دستهامون می برداشتیم، رفع یدین میکردیم در داخل نماز. رسول خدا گفت که مالی اراکم رافعی ایدیکم کانها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاة. میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما را دید که دستهامون می برداشتیم، گفت چیکار است شما میکنید که من میبینم مثل دم اسب دستهاتون بالا میبردارید، در نماز آرام بشینید. این حدیث در شرح مسند امام ابو حنیفه جلد یکم صفحه 38 مسند امام احمد، در مسند امام احمد حدیثی 21027 حدیث. خب سنن ابو داود حدیثی 1000.
و صحیح ابن حبان حدیث 1878 حدیث صحیح است بنابر شرط بخاری و مسلم. خب برادران عزیز و گرامی، این بود بعضی از دلیل هایی که مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اونها را دلیل میکند و شاید بعضی از جاهل ها براینده بگویند که حدیث به امام ابو حنیفه نرسیده بود در این باب. حالا اینکه امام ابو حنیفه با مجتهدی زمان خودش حضرت امام اوزاعی در مسئله رفع یدین بحث و مناظره کرده بود و بحث و مناظره کرد، دلیل هاش مطرح کرد امام ابو حنیفه و امام اوزاعی دلیل هاش مطرح کرد و امام ابو حنیفه ثابت کرد که دلیلی که من میکنم این دلیل صحیح تر و قوی تر است از دلیل تو. امام اوزاعی رحمت الله علیه عالم بود، با فهم بود، با تقوا بود، پیروی هوا و هوس نبود. دید که دلیل امام ابو حنیفه قوی تر است، سکوت کرد و قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبول کرد. خب برادران عزیز، اینجا دیدیم که بعضی از برادرها اعتراض میکنن شاید این از جهل اون برادر باشد، به خاطر اینکه انسانی که علم آموخته باشد چون این اعتراض نمیکند. میگوید که رفع یدن با دو دست میشود. شما در این حدیث میگوید که مثل دم اسب دستاتون بالا میکنید، حالا اینکه اسب یک دم دارد. البته این اعتراض جاهلانه هست. در اینجا رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستها را با اینکه شما دو دست دارید اسب یک دم دارد تشبیه نکردند. مقصد و مرام رسول خدا صلی الله علیه و سلم این است که اسب که دمش بالا میبردارد سکوت نمیستد، در یک جا قرار نمی ایستد. شما نیز در داخل نماز انا میخل دستاتون بالا برداشته ایستاده. به همین خاطر گفتی اسکنوا فی الصلاه، در نماز آرام بشینید، دستاتون بالا نبردارید. این بود مراد رسول خدا صلی الله علیه و سلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.